قاعده 172 قضای تشریعی رو بفهمیم. قضای تشریعی عبارت از اوامر الله هست که الله امر کرده، لکن اختیارش بر کی داده؟ بر بنده ها داده. این قضای تشریعی میگن. در چند چیز تطبیق میشه؟ در 4 چیز. در چی هست؟ اعتقادات. فهمید یعنی؟ اعتقادات و ایمانیات 1، عبادات و اطاعات. عبادت و اطاعت الله 2، در معاملات و در اخلاقیات. اینجا امر الله هست که شما باید مؤمن باشین، موحد باشین، لکن بر بنده اختیار دادن. پس در اینجا هم صلاحیت است و هم مسئولیت. فهمید یعنی؟ پس قضای تشریعی عبارت از فیصله الله هست که الله به یک چیز فیصله کرده و قضا ربک ان لا تعبدوا الا ایاه. الله فیصله کرده که بغیر از الله کس دیگر عبادت نکنید و بالوالدین احسان، به مادر و پدرتان احسان بکنید، لکن اختیارش به کی داده؟ به خود انسان داده. پس در قضای تشریعی که در اعتقادات و عبادات و اطاعات و اخلاقیات و معاملات است، فیصله الله معلوم است، لکن اختیار بر کی داده شده؟ بر انسان ها. پس در اینجا هم صلاحیت است هم مسئولیت است. آل در قضا، آیا ما قضای الهی بالای ما اجباری است یا اختیاری؟ چی جوابش میگیم؟ میگیم در تکوینی اجباری است، در تشریعی اختیاری. او که اجباری است، او باز مسئولیت هم نیست. او که اختیاری است، باز او چی است؟ مسئولیت هم نیست. فهمیدین یعنی مقصدش؟